بسم الله الرحمن الرحیم. جا دارد که همه ما تشکر کنیم و قدردانی بکنیم از رب العالمین و خدا را ثنا بگیم. الحمدلله رب العالمین که بعد از ناامیدی باران الله تعالی وسیع و رحمت فراگیری در منطقه آورد. همه منطقه را فرا گرفت الحمدلله این رحمت. و بعد از قحط شدیدی که در منطقه تجربه شد، الله این رحمتش را نازل کرد و به این قحط پایان داد. و همانطوری که همه میدانیم گاهی در کنار رحمت و یک سری عوارض هم به وجود می آید که الان در قسمت‌های جنوب بلوچستان خصوصا منطقه دشتیاری در اثر طغیان رودخانه ها و شدت باران آب گرفتگی پیدا شده است و سیل به جریان افتاده و خرابی هم به جا گذاشته است. و الان در دشتیاری و مناطق اطراف چابهار بسیاری از روستاها در محاصره سیلند و در بسیاری خانه ها داخل شده سیل و وسایل زندگی اونها را از بین برده. راههای مواصلاتی بسیاری جا قطع هست و ارتباط با این روستاها نیست و این روستاها کم هم نیستن، خیلی زیاده. و نیاز هست که همه ما دعا کنیم، مردم دعای خیر کنند که برحال از عوارض بیشتر و خسارات بیشتر الله تعالی جلوگیری بکنه و نجات بده عزیزان ما را و هم بشتابیم به کمک این مردم و آنچه که فعلا اونجا نیاز هست و ضرورت داره. برحال مواد غذایی هست، نان هست و زیرانداز و موکت و پتوی چیزی، مواد خوراکی خیلی نیازه. یکی از نیازها الان ماشین های کمکدار هست، چون ماشین های که کمک ندارن نمیتوانن اونجا برن تردد کنن. ماشین های کمکدار و شاستی بلند نیازه که کمک برسانن به روستاها که راههای مواصلاتیشون قطع شده است. و لحاظا این عزیزان اگر چنان چیز الحمدلله میسر هست و توی منطقه هم این ماشین زیاده، لحاظا در اختیار مؤسسات، در اختیار همین الله تیم های میری اونجا برای کمک رسانی با اینها ملحق بشن. و لحاظا هم وطنان عزیز ما، هم مردم عزیز استان ما به مردم دشتیاری رسیدگی بکنن. مؤسسه محسنین هم در راه است که آنجا مستقر بشه و حتما دیگه کمک رسانه از قبیل هلال احمر و غیره هم اونجا تلاش خواهند کرد که به هموطنان عزیزمون رسیدگی بکنند، به مردم عزیزمون سامان. و لازم ایتوان عزیزان از طریق منابعی که کاملا مورد اعتماد باشند و موثق باشند به این مردم عزیز کمک کنند. و این ابتدای امر و تازه از مسئله ما خبر گرفتیم، ولی از نیازهای بیشتر اطلاع رسانی میشه. خسارات بیشتر که وارد شده توی منطقه انشاءالله مردم عزیز را در جریان میگذارم. هم امیدواریم که الله تعالی این رحمت هایی که نازل کرده با برکت بگردانه
و سبب جبران کمبود آب و سرسبزی زمین و آبادانی ظاهر و آبادانی معنوی بگردانه و هم ما نیاز داریم به آبادانی و سرسبزی معنوی و هم ظاهری. همه نیاز بشرند، الله تعالی اینها را جبران بکنه و نیاز بیشتر از هر چیزی به دعای خیر شما مردم عزیز است. الله تعالی توفیق عنایت کنه و الله تعالی از آفات بیشتر همه مردم نجات عنایت کنه و عوارض بیشتری که برسه به عزیزان الله نجات بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.